اگه 50 میلیون نفر یه چیز احمقانه‌ای بگن، اون چیز همچنان احمقانه است. هرچه تعداد افراد زیاد باشه، صحت اون مسئله انگار بیشتره. ما متاسفانه توی جامعه خیلی زیاد شده به واسطه یک عده‌ای که مثلا میگن فلان پسر کنسله، که دلیلای به شدت مضحک و مسخره‌ای میارن. یه عده دیگه‌ای هم که حتی من میشناختم راجع به مثلا اون شخص همچی فکری نمی‌کردم، اون هم داره همین حرفو میزنه. احمقانه است. تو مجبور نیستی که ازش پیروی بکنی تو دنیای امروزی. این که به خودآگاهی برس، نقاط قوت و ضعف تو خوب بشناس. دوم این که اعتماد به نفس کافی رو داشته باش. اگه دیدی چیزی که با عقل و منطق جور در نمیاد، باهاش مخالفت کن. تو یه انسان آزادی.